قدرت پرواز امیدبخشترین دستاورد تکامل است. از حشرات گرفته تا پرندگان و خفاش‌ها ده‌ها هزار نوع مختلف پرندگان آسمان را پر کردند. اما صدها میلیون سال قبل پرواز وجود نداشت. This is something that's only occurred 4 times in all of the evolutionary history on the planet. چگونه این جانوران در ظاهر به مبارزه با قوانین جاذبه پرداختند و چگونه برای اولین بار پرواز کردند؟ تکامل. تکامل. امپراتوری جانوران از میلیون‌ها نوع مختلف تشکیل شده است و سریع‌ترین آنها شاهین تیز پرواز است. این پرنده که سرعتش تا 200 مایل در ساعت میرسد میتواند از فاصله نیم مایلی در آسمان با سرعت پایین آمده با ظرافت و سرعتی مرگبار حمله کند. سرعت بسیار بالای این پرنده تیز پرواز و موفقیتش در شکار را میتوان به یک ویژگی ساده نسبت داد: قدرت پرواز. آن هنگام که انسان‌ها دائما رویای پرواز را در سر می‌پروراندند، تکامل در زمینه پرواز ما را نادیده انگاشته و از کنار ما عبور کرد. اما بیش از 3/4 جانوران زمین می‌توانند به آسمان بروند، از پروانه‌ها گرفته تا پرندگان و سوسک‌ها و خفاش‌ها. همه این موجودات زنده مختلف در اثر تکامل مکانیسم پیچیده توانایی پرواز را کسب کرده و در این شرایط باقی ماندند. Flight occurs when an animal has enough lift and thrust to move its body through the air and to maintain it in the air. اما چه نیروهایی رشد چنین تغییر قابل توجهی را هدایت می‌کنند؟ در چه زمانی جانوران برای نخستین بار به هوا رفتند و چگونه این توانایی را گسترش داده و نیروی جاذبه را به مبارزه طلبیدند؟ جرقه‌های این تغییر تکاملی خارق‌العاده را امروزه می‌توانیم در اطرافمان مشاهده نماییم. حشرات. For millions and millions of years, nothing could fly. And so if a small invertebrate was moving around in the forest and wanted to find food, it had to crawl all the way up to the top of a tree and get the food and then go down that tree and up another tree to get food. But then suddenly something happens. The first flying organisms appear, and once flight becomes part of the game, it changes everything. سوابق فسیل‌ها نشون می‌دهد که حشرات در تکاملی ناگهانی در حدود 350 میلیون سال پیش به پرواز درآمدند. جهش و انتخاب طبیعی موجب به وجود آمدن نخستین انواع حشرات با بالهایی گردید که قادر بودند آنها را بلند کرده و در هوا نگه دارند. این اتفاق تکاملی و تصادفی را اکنون می‌توان در آناتومی بیش از میلیون‌ها حشره مشاهده نمود. بالهای آنها طوری تکامل یافته که مانند پره‌های بلند و دارای انحنای هلیکوپتر باشد و سطح بالها صاف نیست و این موضوع به آنها قدرت مانور بالایی در فضاهای کوچک می‌بخشد و همین دلیل آنها می‌توانند به راحتی غذا پیدا کنند و از دست شکارچیان فرار کنند. Insects are very good at flying. They can hover, they can fly quickly, they can fly backwards, they can turn very tight turns, they can go very, very high, and they've taken advantage of this to fill all the different niches in the world. اگرچه حشرات نخستین جانورانی بودند که پرواز کردند، اما آخر آنها نبودند. یک جانور برای پرواز کردن آنها باید به هوا بپرد، اما زمانی که به هوا می رود باید انرژی و اکسیژن زیادی صرف کند تا بتواند خود را در آسمان نگه دارد. با توجه به نیازهای فیزیکی تعجبی ندارد که امروز سنگین‌ترین جانور پرنده یعنی هبره بزرگ در حدود 45 پوند وزن دارد. If you watch birds of different sizes, especially when they try to take off from the ground, the first thing we usually notice is that large birds have trouble getting off of the ground. اما نخستین پرنده جهان تمامی قوانین تکاملی در رابطه با اندازه را نقض کرد. نخستین گروه مهره‌داران پرنده بزرگترین جانوران پرنده در طول زمان بودند. پرازورهای 440 پوندی به نام کوئتزالکوتلس. This is Quetzalcoatlus, the largest flying animal of all time, with a wingspan of about 35 feet. This animal soared over western North America. در یک پرواز کامل طول بالهایش برابر با طول 3 ماشین که سپر به سپر پارک شده اند بوده است. Imagine that thing coming at you. ترازور غول‌پیکر سری بزرگ و منقاردار به اندازه یک انسان داشت و زمانی که روی زمین می‌ایستاد از زرافه بلندتر بود. تکامل این جانور که 4 برابر اندازه جانور پرنده امروزی است، تکاملی غیر متعارف محسوب می‌شود.
چه نوع فشارهای محیطی این جانور عظیم و جثه را به هوا برده است و از نظر فیزیکی این امر چگونه ممکن گردیده است؟ با وزن صدها پوندی بعید به نظر می‌رسد که حتی بالهای بزرگ این جانور نیروی کافی برای پرواز و نگاه داشتن آن در هوا داشته باشد. ترازورها در 220 میلیون سال پیش میزیستند و نخستین مهره‌دارانی بودند که برای پروازی قدرتمند به تکامل رسیدند. نام آنها از کلمه یونانی تروزورو به معنای سوسمار پرنده می آید. برخلاف پرندگان این نخستین مهره‌داران پرنده پر نداشتند، اما پوستی داشتند که از انگشتان صورتی رنگشون تا پشتشون امتداد یافته و بال آنها را تشکیل میداد. The first vertebrate group to fly, to evolve flight, were the pterosaurs. They're closely related to dinosaurs, but not dinosaurs themselves. دنیای تروسورها با دنیای امروز تفاوت بسیار زیادی داشت. دیناسورها در اوج آسمان پرواز می‌کردند، در حالی که آن پایین میلیون‌ها حشره در اطراف پای آنها وزوز می‌کردند و صدها نوع خزنده برای یافتن منابع غذایی با هم به رقابت می‌پرداختند. The ability to fly opened up numerous new ecological possibilities for pterosaurs. One of the earliest ones was probably the ability to catch flying insects on the wing. So these guys could fly, pursue flying insects, grab them and eat them. تراسورها به اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها نیز به چشم منابع غذایی نگاه می‌کردند. آنها بر فراز آب‌ها پرواز می‌کردند و برای گرفتن ماهی به سرعت پایین می‌رفتند. بودن در هوا این برتری را برای آنها به همراه داشت که می‌توانستند محل قرار گرفتن حیوانات مرده را شناسایی کرده و از آنها نیز تغذیه کنند. این منبع غذایی جدید میل به بلند شدن از زمین و پرواز را توجیه می‌کند. اما این جانوران عظیم و جثه 440 پوندی چگونه به آسمان می‌رفتند؟ How an animal this big got off the ground and stayed into the air has been a puzzle ever since its discovery. مایکل حبیب یک زیست شناس تکاملی در دانشگاه جانز هاپکینز می باشد. او معتقد است معمای چگونگی موفقیت این خزندگان غول‌پیکر در پرواز را حل کرده است. در اواخر سال 1920 گروه از دیرینشناسان طی حفاری در اورگان اسکلت یک تروزور را از زیر خاک بیرون آوردند. ظاهراً این اسکلت دارای استخوانی معمولی از یک بال بود. این استخوان را به مدت بیش از 80 سال به عنوان عضو بی‌ارزش در کشوی موزه قرار داده بودند، اما حبیب معتقد است که این استخوان ساده بال ممکن است پاسخ این سوال باشد که چگونه این موجودات عظیم و جثه به آسمان می‌رفتند. The bone in question that was found is the most important part of the wing for understanding the flight of a pterosaur. It's the part that basically connects the wing itself to the body. It's where most of the flight muscles attached. When I talked to the curators at the museum about the pterosaur collection, it was in fact the last thing they showed me. It was almost an afterthought. They'd practically forgotten it was there. این استخوان به خوبی حفظ شده بود و حبیب احساس کرد آنچه در برابرش قرار داشت میتوانست بخشی از آناتومی باشد که بتواند توضیح دهد چگونه جانوری که 4 برابر هر پرنده‌ای بر روی زمین است قادر است نیروی کافی برای بلند شدن از روی زمین و ماندن در هوا تولید نماید. حبیب می‌خواست با تکنولوژی پیشرفته اشعه ایکس در دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز از درون این فسیل‌ها عکس برداری کند. نخستین موردی که حبیب متوجه شد چیزی بود که دیرینشناسان مدت‌ها بود درباره استخوان تروزورها می‌دانستند. استخوان‌ها تو خالی بودند. Its hollowness allows the bones to be very, very large. That is, the diameters can be very wide. It makes them very strong. It means that they can put a lot of muscle power on them and the bone will hold up. اگرچه این استخوان کاملا تو خالی نبود، حبیب متوجه برخی زواید عجیب در داخل استخوان شد که شبیه ستون‌های تکه‌گاه ساختمان بودند، مانند تاق‌های مایلی که تکه‌گاه دیوار کلیسا هستند و از خم شدن دیوار به داخل جلوگیری می‌نماید. They're arranged in particular directions, and the direction shows you where the bone needed the most reinforcement, where it needed the biggest push from the inside to keep it from collapsing. با این کشف حبیب دریافت که از این استخوان برای چه منظوری استفاده می شده است. این استخوان به بلند شدن تروزورهای مانند کوئتزالکوتلوس‌های 440 پوندی از روی زمین کمک می‌کرد. تقریباً مانند شناگرانی که در هنگام شیرجه زدن روی تخته پرش فشار وارد می‌کند و می‌پرند. Launching is actually very rigorous and very difficult for flying animals in the sense that they have to get a lot of speed built up in a very short period of time. برای بلند شدن از روی زمین و رفتن به هوا یک پرنده باید نیروی زیادی صرف نماید و برای تولید این نیرو به قدرت عضلانی زیادی نیاز دارد. In birds, you see this mostly in the hind legs because in birds, it's actually not the wings that mostly get the bird off the ground, it's actually the legs. The legs give the initial leap that starts them into the air.
کشف سیستم حایل داخلی بر این امر اشاره دارد که این اعضای جلوی بدن آنقدر قوی بودند که میتوانستند ترزور را از زمین بلند کنند و بدن عظیم و جثه او را در هوا به حرکت درآورند. بنابراین بالهای آنها تنها عضوی برای پرواز نبوده است، بلکه در واقع نقش پاهای جلوی آنها را داشته که با آن هم میتوانستند روی زمین راه بروند و هم در پرواز کردن به آنها کمک میکرده است. کشف حبیب شاید راه درازی را در پاسخ دادن به مباحثات بعدی درباره چگونگی هوانورد شدن این نخستین مهره‌داران بزرگ پرنده پیموده باشد. اما این پرسش کماکان باقی است: چرا امروزه چنین پرنده بزرگی وجود ندارد؟ The answer may be the size itself of these animals. Large animals need more food to sustain themselves, and in times of environmental distress, catastrophe, animals like this 35-foot wingspan pterosaur would have had a much harder time feeding itself than a bird a fraction of its size. احتمالاً اندازه جثه این جانوران نسل آنها را به انقراض کشانده است، اما 150 میلیون سال پیش گروه دیگری از جانوران نیز همزمان با ترزورها قابلیت پرواز را به طور مستقل در خود به تکامل رساندند. روش پرواز آنها کاملا متفاوت و طبیعتاً متناسب با جثه و آناتومی بدن آنها بود. Interestingly, small birds make up more than half the species of birds in the world. So in the evolution of birds, small birds have arguably been much more successful than their larger counterparts. انگیزه و محرک پرندگان چه بود؟ محرک اصلی ترزورهای پرنده نبودند، بلکه قاتلان روی زمینی بودند که قدرت پرواز نداشتند. تکامل 150 میلیون سال پیش در اواسط دوران ژوراسیک انواع جدید جانوران نه تنها بر روی زمین بلکه در آسمان‌ها نیز به حیات در این سیاره افزوده شدند. به دو تکامل جداگانه که از پرواز قدرتمند برخوردار بودند، میلیون‌ها نوع حشره نیز اضافه شد و ترزورها به مدت بیش از 100 میلیون سال بر فراز همگی آنها پرواز می‌کردند. اما آنها دیگر تنها نبودند. موجودات جدید دیگری نیز در همان زمان و به طور مستقل به تکامل رسیدند که می‌توانستند در ارتفاعات جدیدی پرواز کنند. Convergent evolution is a phenomenon where organisms from two different ancestries evolve similar characteristics in response to similar environmental pressures. And the evolution of flight is an excellent example of convergent evolution. Birds and pterosaurs both evolve similar body plans in response to the need to fly more efficiently. از کبوتر گرفته تا طاووس، از عقاب گرفته تا گنجشک، امروز بیش از 10,000 نوع پرنده بر روی این سیاره وجود دارند که تعدادشون 2 برابر پستانداران میباشد. این که دقیقاً از چه زمانی به تکامل رسیدند و چگونه با پرواز سازگاری پیدا کردند یک داستان تحقیقاتی 230 میلیون ساله می باشد. اما چنانچه بدانید کجا باید به دنبال سرنخ بگردید، سرنخ‌های جالبی خواهید یافت. Hey, how's it going? برخلاف انتظار، پاسخ این سوال که چگونه پرندگان به هوا می رفتند ممکن است در زمین نهفته باشد. پرندگان بزرگی که قادر به پرواز نیستند مانند شترمرغ استرالیایی، زیرا اعتقاد بر این است که پرندگان شکل تکامل یافته ترزورهای بالدار نیستند بلکه از نسل دیناسورهای ساکن زمین هستند. This animal, the emu, is one of the closest things left on Earth that might be able to tell us what non-avian dinosaurs really looked and acted like. For instance, look at the feet of an emu. You see scales on the feet like a reptile, and also 3 weight-bearing toes like a non-avian theropod dinosaur. دیناسورهای تروپاد صاف و بر روی پاهای عقب خود می‌ایستادند تا در هنگام حرکت از پشتیبانی آنها برخوردار باشند، در حالی که دست‌های کوتاه جلو برای گرفتن و دریدن شکار مورد استفاده قرار می‌گرفت. مشهورترین آنها تیرکس بود. If we were to look at the foot of a T-Rex and put a T-Rex foot next to the foot of this emu, you'd see many similarities and only a few differences. I think the most obvious feature that birds share with non-avian dinosaurs, a feature they inherited from non-avian dinosaurs, is their feathers. مدت‌ها تصور می‌شد که در بین جانوران مهره‌دار پر تنها منحصر به پرندگان است، اما موضوع این نبود. میلیون‌ها سال پیش برخی از مهره‌دارانی که پرواز نمی‌کردند نیز دارای پر بودند. So we now know that feathers are not unique to birds. Feathers first evolved in non-avian dinosaurs, and it's quite possible they evolved for something other than flight. Possibly insulation, possibly brooding their nests. اما جدا از اشتراک در داشتن پر، ما چگونه می‌دانیم که پرندگان شکل تکامل یافته دیناسورها هستند و چگونه این جانوران ساکن زمین به آسمان‌ها رفتند؟ در طول 200 سال گذشته دیرینشناسان جستجو برای یافتن مدرکی قاطع را آغاز نمودند که در پاسخ دادن به معماهای تکاملی موجود در فسیل‌هایی که بسیار سال مانده‌اند به آنها کمک می‌کند.
موزه تاریخ طبیعی کارنگی در پیتسبورگ دارای یکی از بهترین مجموعه استخوان‌های دینوسور در دنیا میباشد. در میان آنها سرنخ‌های قابل توجهی به دست آمد که چگونه پرندگان و سپس پرواز پرندگان از تکامل دینوسورها به وجود آمدند. This is a cast of Archaeopteryx. And when this was discovered well over a century ago, it astounded scientists because the fossil shows a mixture of features classically associated with reptiles and classically associated with birds. آرکوپتریکس نخستین عضو گروه جدیدی جانوران بود. این جانور یک پرنده بود متمایز از دینوسورهای پردار با قابلیت پرواز. اگرچه این جانور ممکن است در پرواز چندان مهارت نداشته باشد، اما تفاوت‌های فاحشی در ساختار بدنی این موجود در مقایسه با دینوسورهای غیر پرنده وجود داشت. هرچند تکامل این جانور به عنوان قدیمی‌ترین پرنده شناخته شده در جهان چندان به دور از اجدادش نبود. Archaeopteryx, when we look at its skeleton, it shows many features that are retained from its dinosaur ancestors that are lost in modern birds. So, for instance, if we look at the skull of Archaeopteryx, we see that it retains tiny teeth. All known birds alive today lack teeth. We also see a long, bony tail in Archaeopteryx, a dinosaurian feature. If we look at the hand of Archaeopteryx, we can see that its fingers are still tipped with large, curved claws, and this is a feature that dinosaurs have as well. به علاوه به نظر میاد که آرکوپتریکس فاقد یکی از اعضای مهمی باشد، یعنی عضلات. پرندگان امروزی دارای مجموعی از عضلات بزرگ در سینه میباشند که به استخوان جناق سینه‌شان متصل است و در تولید نیروی کافی برای پرواز به آنها کمک میکند. آرکوپتریکس فاقد این عضلات میباشد. بنابراین زمانی که بدنشون بتواند پرواز را کنترل نماید، بعید است که آنها توانسته باشند برای دورانی چندان طولانی مدت قادر به پرواز باشند. Archaeopteryx probably could fly, but compared to modern birds was almost certainly very clumsy. We know this because its skeleton is much more primitive than that of modern birds. بنابراین پرندگان امروزی چگونه تکامل یافتند که میتوانند با مهارت بیشتری پرواز کنند؟ گام تکاملی بعدی پس از آرکوپتریکس چه بوده است؟ در سال 2004 طی حفاری در شمال غربی چین، لامانا و همکارانش به قطعه فسیل شده دیگری از این پازل برخوردند. The more I looked, it became clear that we were looking at a very bizarre group of birds that were abundant during the Cretaceous period, the final period of the age of dinosaurs. تقریبا نزدیک به 100 اسکلت کامل 100 میلیون سال از پرندگان در این حفاری به دست آمد که نمونه‌های کمیاب نیز در میان آنها به چشم می‌خورد. پیش از این قطعات کوچکی از این جانور که نسلان مدت هاست منقرض شده است و گانکوس نامیده می‌شود پیدا شده بود، اما هرگز اسکلتی این چنین کامل به دست نیامده بود. Gansus dates to 40 million years younger than Archaeopteryx, about 110 million years ago. And already, relatively rapidly in bird evolutionary history, Gansus has acquired many of the features that we associate with modern birds. It's in many ways an anatomically modern bird from 110 million years ago. اگرچه آرکوپتریکس قادر به پرواز بود، لامانا به زودی کشف کرد که گانسوس دارای ویژگی‌های بدنی خاصی است که مطمئناً موجب می‌شود از پرواز بهتری برخوردار باشد. A lot of the story of the evolutionary history of birds has to do with the increased efficiency of flight. So for instance, when we look at Archaeopteryx, we see features that are not present in modern birds, such as teeth and a long bony tail. And these are two features that have long been argued to have been lost in modern birds because they saved weight. فقدان دندان، دم کوتاه و دیگر ویژگی‌های خاص در گانسوس پدیدار می‌شود و آنها را تبدیل به جانوری می‌سازد که بین آرکوپتریکس، دیناسوری بزرگ از یک سو، و پرندگان امروزی از سوی دیگر قرار می‌گیرد. اما آیا این فسیل دارای عضلات سینه می‌باشد که بتواند به آنها در پروازی بهتر از آرکوپتریکس کمک کند؟ اشکال اینجا بود که هرچند فسیل گانسوس کامل بود، اما به مرور زمان بسیار مسطح شده بود و دیدن ویژگی‌های آناتومی این گونه جدید از جانوران تقریباً امکان‌پذیر نبود. آیا پرسش‌های بسیار مهم درباره این معما باید بی‌پاسخ می‌ماند؟ خوشبختانه لامانا قادر است از تیمی از مجسمه سازان و هنرمندان کارهای باستانی در موزه تاریخ طبیعی کارنگی بخواهد که در بازسازی تصویر این پرنده کهن بکوشند. این گروه مانند مأموران تحقیق صحنه جرم قادرند با نظم و ترتیب استخوان‌های شکسته را بازسازی کنند و تصویری از شکل ظاهری گانسوس بسازند. همانطور که لامانا امیدوار بود، گانسوس از بدنی برخوردار بود که میتوانست بالهای بزرگ و قویش را حمایت کند.
وجود سینه استخوانی در گانسوس احتمالاً به این معناست که این موجود در مقایسه با عضلات کوچک و باریکی که در آرکاپتریکس دیده می‌شود دارای عضلات بزرگی در سینه میباشد. امروزه تمامی پرندگان دارای عضلاتی بزرگ مانند عضلاتی که در گانسوس پیدا شده میباشند. این عضلات قدرت کافی و لازم برای به حرکت درآوردن بالهایشان و پرواز کردن در هوا را فراهم می‌کنند. آیا گانسوس می‌توانست از گام تکاملی بعدی در مهارت یافتن پرندگان برای پرواز باشد؟ This guy would have had pretty big pecs, been able to flap his arms with quite a bit of force and probably was a pretty good flyer. استخوان‌های بزرگ سینه که عضلات پروازی نیرومندی به آن متصل بوده در گانسوس مشاهده شده است و نیز استخوان‌های پیوسته مچ و دست، دم کوتاه و استخوانی و استخوان‌های پیوسته زانو و پا که در اکثر پرندگان امروزی نیز دیده می‌شود. تمامی این ویژگی‌ها موجب تغییر شکل این پرندگان نخستین از خزنده‌ای که توانسته است پرواز کند به یک نژاد جدید و اصلی که بیشتر اوقات خود را در هوا می‌گذراند گردید. Gansus was probably an excellent flyer, probably as good a flyer as are many types of modern birds. پرندگانی که از موفق‌ترین گروه‌ها در میان مهره‌داران هستند، اما به منظور زنده ماندن در محیط جدید تغییرات فیزیکی زیادی باید در آنها صورت می‌گرفت. آنچه بر روی زمین از آن استفاده می‌کردند اکنون می‌بایست آنها را در هوا نگاه می‌داشت. When birds gained the ability to fly from dinosaurs, it came with some costs. They had to lose a few things. The most obvious of which is probably that they don't have any more hands. تمامی استخوان‌های انگشتان آنها اکنون در بالهایشان به یکدیگر متصل شده بود و پرهای نیز به آنها متصل بود و دیگر نمی‌توانستند از دست‌هایشان استفاده کرده یا از خود در روی زمین دفاع کنند. اگرچه صرف نظر از این هزینه‌ای که متحمل گردیدن، گزارشات فسیل آنها به وضوح نشان می‌دهد که این تحول و تغییر از دایناسور به پرنده پیروزی بزرگی بوده است و در طول زمان پرندگان در سطح گسترده‌ای از جهان پرتو افکندند. These groups that evolved the ability to fly and diversified into hundreds or thousands of species have gone on to fill many different niches in the environment. فسیل‌های شگفت‌انگیزی مانند آرکاپتریکس و گانسوس در فهم این موضوع به ما کمک می‌کنند که یک پرنده از چه ویژگی‌های فیزیکی برخوردار است و آنها در چه زمانی به تکامل رسیدند. اما آیا این عوامل محیطی در پرواز پرنده‌ها چه بودند؟ When we're trying to examine the origin of flight, of bird flight, we need to answer a couple of questions, and perhaps the biggest one is what were the selective forces driving birds into the air? چه اتفاقی بر روی زمین افتاد که دیناسورهای دوپا و پوشیده از پر تبدیل به اربابان آسمان گردیدند؟ تکامل. ما از طریق گزارشات مربوط به فسیل‌ها می‌دانیم که پرندگانی که قادر به پرواز بودند از تکامل دیناسورها در بیش از 140 میلیون سال پیش به وجود آمده‌اند. اما بزرگترین معما که کماکان حل نشده باقی مانده است. چه نیروهایی دستن در کار بودند تا موجودات ساکن زمین را به هوا ببرند؟ When somebody asks what was the behavior of a fossil, of course we're reaching in to an area of speculation, to say the least. How do we explain each of the transitional stages from the bird's dinosaur history to today? کندیال استاد زیستشناسی در دانشگاه مونتانا در پاسخ به اینکه چگونه برای نخستین بار تکامل در پرواز به وجود آمد اشاره به استخوان جانورانی دارد که در گذشته دور مرده‌اند و حتی در الگوی رفتاری جانوران زنده یافت می شود. What we're trying to do is we're trying to borrow from the present to try to interpret the potential behaviors of the fossil creatures. دایال و همکارش براندون جکسون مرکز پژوهش پرواز پرندگان در دامنه تپه‌های مونتانا را اداره می‌کنند. کار آنها بر روی یافتن سرمنشأ پرواز پرندگان متمرکز می‌باشد. Why do birds need to fly? Why do they want to fly? دایال معتقد است که تکامل پرواز پرندگان به آرامی صورت گرفته است. در طول زمان فشارهای محیط از جمله فرار از دست شکارچیان آنها را وادار کرد که به آسمان بروند و سازگاری‌های گوناگون فیزیکی نیز آنان را قادر به انجام این کار ساخت. دایال ادعا می‌کند چنانچه این موضوع درست باشد بسیاری از پرندگان ممکن است کماکان به رفتارهای اجدادشان که بر روی زمین ساکن بودند به شدت وابستگی درونی داشته باشند. به عبارت دیگر در صورتی که به آنها حق انتخاب استفاده از بال یا پا داده شود پرندگان ماندن بر روی زمین را انتخاب خواهند کرد. دایال و جکسون در این فرضیه پرندگان را در شرایطی قرار دادند که قادر به انتخاب میان پرواز و استفاده از پاهایشان بر روی زمین باشند. آنها پرندگان را انتخاب کردند که کاملا قادر به پرواز بودند و آنها را در پایین یک سرازیری با شیب تند قرار دادند.
آنها مشاهده کردند که این پرندگان دویدن را انتخاب می‌کنند و به جای آنکه پرواز کرده و به بالای شیب بروند، هر دو پا را روی زمین نگاه می‌دارند. تغییر شیب سطح نیز نتیجه را عوض نکرد. آنها ابتدا با شیب 30 درجه آزمایش کردند، سپس 60 و 75 درجه و عاقبت نیز شیب 90 درجه. هر بار پرنده ترجیح داد که به جای پرواز بدود. When we look at the angle which they're trying to scale, we've come to learn something very, very special. And that is, if a bird is trying to ascend something that is less than 60 degrees, they can do so easily just with their hind limbs and with their wings tucked to their side. But as soon as they start to scale anything higher than about 60 degrees, you'll automatically see the wings jump into the whole process. دایال این رفتار پرندگان را دویدن در شیب با کمک بال نامید. در شیب تند بال زدن پرنده نیروی اضافی ایجاد می‌کند تا به پاهای پرنده کمک کرده و از سقوطش به پایین شیب جلوگیری نماید. Instead of making a big jump from running on the ground to flying, running up inclines with the wings assisting their legs provides small incremental evolutionary adaptive stages for the birds to slowly grow larger and larger wings and more powerful flight apparatus. در زاویه 90 درجه تناوب بال زدن و نیرویی که ایجاد می شود به میزانی می رسد که برای پرواز مورد نیاز می باشد. So if we were to take a bird running on a 90-degree ramp, a vertical ramp, and then take the ramp away, the bird would not have to change a thing. It wouldn't have to change its wing stroke angle, and it wouldn't have to change its wing beat frequency, and it would be flying. آیا تمایل پرندگان به قرار دادن پاهایشان بر روی زمین سخت به جای پرواز کردن می تواند از گذشت تکاملی آنان باقی مانده باشد؟ We think that they have this ingrained in their neurocircuitry, that if their feet are touching the ramp, they have to run up it. این امکان وجود دارد که آنها به زمین تعلق خاطر داشته باشند، زیرا میلیون ها سال پیش از آن که بتوانند پرواز کنند اجدادشان یعنی دایناسورها ساکن زمین بودند. دایال و جکسون امیدوارند بتوانند سرنخی از این موضوع به دست آورند که این وابستگی در پرندگان تا چه حد می باشد. آنها این آزمایش را مجددا انجام دادند و این بار از جوجه‌های استفاده کردند که هنوز پرواز را نیاموختند. نتیجه این آزمایش نیز با پرندگان بزرگسال یکسان بود. جوجه‌ها از شیب بالا رفتند و زمانی که شیب بیشتر شد، بالهای کوچکشان را با شدت و سرعت بیشتری باز و بسته کردند. جکسون معتقد است که این رفتار میتواند گام‌های تکاملی را که اجداد پرندگان یعنی دایناسورهایی که بالهایشان کاملا شکل نگرفته بود پیموده‌اند تا به سازگاری‌های لازم برای پرواز واقعی دست یابند توضیح می‌دهد. Over millions of years, most likely, theropod dinosaurs went from running on level ground to running up shallow inclines, and when they hit 60 degrees, they had to start using their pre-wings, their flightless little forearms. Now, over millions more years, they moved from being able to run up 60 degrees to being able to run up 70 degrees, and then 80 degrees, and then finally vertical. این مراحل تدریجی که در طول چندین میلیون سال انجام شد، بالهای بزرگتر، عضلات قوی‌تر و تعادل بیشتر در بال زدن را که انتخاب طبیعی نیز در آن نقش داشت، در آنها به وجود آورد و پرواز پرندگان تکامل یافت. What were the selective forces driving birds to develop a full wing and the ability to produce significant aerodynamic forces? One of the strongest selective pressures out there is the risk of predation. اجداد پرندگان دایناسورهای تروپاد کوچک و دو پا بودند. آنها از پاهای خود تنها برای حرکت استفاده می‌کردند. برای اجتناب از شکار شدن می‌توانستند سعی کنند و از شکارچی سبقت بگیرند و دور شوند یا می‌توانستند برای فرار به بالای بلندی‌ها بروند و با پیدا کردن پناهگاهی مرتفع در امان بمانند. با گذشت زمان تعقیب و گروز شکار و شکارچی سخت‌تر شد و این تروپادهای کوچک برای فرار میبایست قدرت بالا رفتن از شیب‌های تندتر را پیدا می‌کردند تا زمانی که قدرت لازم برای پرواز را پیدا کردند. زمانی که پرندگان در هوا و دور از شکارچیان بودند می‌توانستند از مزایای دیگر نیز برخوردار شوند، از جمله تنوع بیشتر و دسترسی آسان‌تر به منابع غذایی. Flight allows birds to exploit niches that non-flying animals cannot exploit.
The ability to soar over a prairie and hunt for small rodents like hawks and eagles do is only available as a niche to flying animals. شاید آزمایش دایال در نهایت ثابت کرده باشد که چگونه و چرا پرندگان ابتدا به آسمان رفتند، اما آنها چگونه با قوانین جاذبه مبارزه کرده و توانستند در آسمان بمانند. تکامل. از زمانی که پرندگان به تکامل رسیده و به آسمان رفتند، این پرسش کماکان باقی است که چگونه با قوانین جاذبه مبارزه کرده و در آسمان باقی ماندند. پاسخ ساده‌ای که میتوان به این پرسش داد این است که با بال زدن و باز و بسته کردن بالهایشان این کار را انجام میدن. اما مراحل تکاملی که پرندگان را قادر به پرواز موفقیت آمیز در آسمان میساخت مستلزم چندین سازگاری خاص فیزیکی بود. حشرات نخستین جانورانی که به پرواز درآمدند از وزن بسیار سبکی برخوردار هستند، بنابراین به انرژی چندانی برای پرواز و حرکت در هوا نیاز ندارند و برخلاف پرندگان آنها مدت زمان زیادی در هوا نمیمانند. مهره‌داران پرنده مانند پرندگان بزرگتر هستند و مقدار انرژی بیشتری برای تولید نیروهای ایرودینامیک نیاز دارند. موتور ابتدایی مولد این نیروها در پرندگان بالهای آنهاست. In an airplane, you have an engine and a wing, and the engine produces forces to overcome drag, and the wing produces forces to overcome gravity. But in a bird, the wing produces both thrust and lift. از نظر تکاملی پرندگان دارای ویژگی‌های فیزیکی کاملی برای زندگی در آسمان‌ها می‌باشند. روی بالهای آنها به طور طبیعی انحنا داشته و زیر آن مسطح است. بلند شدن از طریق جریان یافتن سریعتر هوا روی قسمت بالایی بال انجام می‌شود و موجب بالا کشیدن آن و نیز افزایش فشار بر انتهای بال می‌گردد. و زمانی که آنها بال می‌زنند قدرت کافی نه تنها برای پرواز سبک بلکه برای به حرکت درآمدن آنها در آسمان ایجاد می‌شود. As far as we know, birds produce all of their aerodynamic forces in the downstroke. So they move their wing from above their body using their pectoralis muscle, drive the wing down, and that produces all of the lift and all of the thrust. 95% قدرت لازم برای این حرکت رو به پایین از یک عضله تامین می شود، یعنی عضله سینه. به طور متوسط حدود 1/5 حجم بدن یک پرنده به این عضله اصلی که قدرت پرواز را تامین می کند اختصاص دارد. زمانی که این عضله در طول زمان رشد کرده و بزرگ شد، قادر به ایجاد انرژی بیشتری گردید و آن را تبدیل به پرندگان بهتری کرد. جهتیابی نیز در پرواز پرندگان بسیار مهم است. پرندگان قابلیت منحصر به فردی در این زمینه دارند که در هنگام پرواز در هوا همیشه می‌توانند بفهمند در بالا و پایین آنها چه می‌گذرد، خصوصا در زمانی که در حال چرخیدن هستند. Airplanes have thousands of dollars worth of equipment to find the horizon, but birds don't have any of that. Instead, they have all of that in their head, in their brain. One thing that they have is essentially like an internal gyroscope. اگر شما پرنده را بگیرید و بچرخانید سرش اساساً میزان میماند. این خصوصیت با خصوصیات دیگر پستانداران کاملا متضاد است. پستانداران دارای یک عضله بزرگ هستند که تا گردنشان را در بر گرفته است و به همین دلیل سر آنها به همراه بدنشان حرکت میکند. So when birds turn, they bank their whole bodies and they have to keep their head perfectly straight so that they don't lose track of where the ground is. اما این نیز یک پیشرفت دیگر محسوب می شود که مهمترین تکامل در قدرت پرواز پرندگان را ثابت کرده است. کلید موفقیت واقعی هر جانور ساکن زمین قابلیت پردازش اکسیژن می باشد. پرندگان به منظور داشتن انرژی کافی برای پرواز استفاده از اکسیژن را گسترش داده‌اند. The problem is that they need to take in huge amounts of energy and oxygen. این راز در ساختار داخلی پرنده نهفته است. پرندگانی مانند تروزور دارای استخوان‌های توخالی هستند که به کیسه‌های پر از هوا مرتبط می‌باشند. These pneumatic bones are really the footprints in the skeleton of an air sac system. An air sac system is there to provide the oxygen that flight requires. سیستم کیسه هوا چیست و چگونه کار می‌کند؟ دیرینشناس مهره‌داران لئون کلایرسنز از کالج صلیب مقدس در مورد این سیستم پیچیده در انواع گوناگون پرندگان مطالعه می‌کند. برخلاف شش‌های پستانداران که در هنگام تنفس و دم و بازدم منبسط و منقبض می‌شوند، اندازه شش‌های پرندگان ثابت است. زمانی که اکسیژن تازه تنفس می‌کنند و دی اکسید کربن بیرون می‌دهند، حجم آنها هرگز تغییر نمی‌کند. But what a bird has to actually
move air around in its respiratory system is a whole series of what are called air sacs, which are balloon-like extensions that hook up to the various airways. پرندگان با جابجا کردن هوا میان این کیسه های هوا از جریان هوای مناسبی در شش‌هایشان برخوردار میشوند، بدین صورت که وقتی عمل دم و نیز بازدم را انجام میدهند به طور مداوم و مستمر اکسیژن را از هوای ذخیره شده درون کیسه ها به داخل ریه‌هایشان میکشند. کلایسنس و همکارانش در مرکز تحقیقاتی کنکورد در دانشگاه هاروارد از یک روش ویدیویی اشعه ایکس به نام سینه رادیوگرافی استفاده کردند تا بتوانند چگونگی کارکرد این سیستم منحصر به فرد کیسه هوا را مشاهده نمایند. کلایسنس پرنده ها را درون دستگاه قرار میدهد و تصاویری از کیسه های هوا در هنگام کار برمی‌دارد. We can see right here on this film that as the rib cage enlarges, the majority of these air sacs, and especially the ones toward the tail end of the animal, greatly increase in size. این کیسه های هوا جانور را قادر می سازد که دائما هوا را در درون خود جابجا کند در هر زمان و به هر شکلی و نیز دستگاه تنفسی بسیار کارآمدی را برای آنها فراهم می آورد که منحصر به پرندگان می باشد. You see right here with anatomy in action in the living animal, one of the most elegant and most efficient designs that is present in any living vertebrate and any living backboned air-breathing animal. تمامی پرندگان زنده امروزی دارای کیسه هوا هستند و مدرکی وجود دارد که این کیسه ها در برخی از دیناسورها نیز وجود داشته است. بنابراین آنها باید بسیار پیش از پرواز پرندگان به آسمان به تکامل رسیده باشند. In large dinosaurs such as Tyrannosaurus, you have evidence for the presence of air sacs because you have openings in the bones where parts of these air sacs have invaded the bones. آناتومی که در دیناسورهای ساکن زمین به تکامل رسیده بود مانند کیسه های هوا و پر به واسطه انتخاب طبیعی به قدری مناسب بود که پرنده های بزرگی به وجود آورد. این آناتومی منحصر به فرد راه را برای ده‌ها هزار نوع مختلف از پرندگان هموار ساخت تا بر روی همه قاره‌های زمین پخش شوند. اما 55 میلیون سال پیش یکی از گروه‌های پستانداران که هیچ یک از خصوصیات پرندگان را نیز نداشت از راهی جدید در شرف فتح آسمان‌ها بود. تکامل. زمانی که خورشید غروب می‌کند اکثر پرندگان از آسمان باز می‌گردند و تبدیل به جانوری کاملاً متفاوت می‌شوند. چهارمین و آخرین نژادی که به تکامل در پرواز دست یافتند اربابان شب یعنی خفاش‌ها هستند. خفاش‌ها تنها پستاندارانی هستند که دیگر بر روی زمین ساکن نمی‌باشند. خفاش‌ها که به تکامل بسیاری دست یافتند که از بزرگترین داستان‌های موفقیت آمیز را آفریدند، با بیش از 1000 نوع در سراسر جهان، آنها 20% تمامی پستانداران را تشکیل می‌دهند. خفاش‌ها به شیوهی منحصر به فرد در قدرت پرواز به تکامل رسیدند، البته بدون هیچ یک از واژگی‌هایی که پرندگان را در پرواز به موفقیت رسانده است، یعنی پر، استخوان‌های توخالی و حتی کیسه‌های هوا. Birds and bats are completely separate in their evolutions. They each represent the arrival at flight by a different evolutionary pathway. اما چه نیروهایی در 55 میلیون سال قبل آنها را تبدیل به تنها پستاندارانی که در هوا پرواز می‌کنند نمود؟ و آنها چگونه می‌توانستند کاری را انجام دهند که پرندگان معدودی تاکنون انجام داده‌اند، یعنی پرواز در شب؟ We're pretty confident that bats evolved from some kind of ancestor that was a glider that used flaps of skin to move through the air without flapping. 6 گروه از پستانداران سبک پرواز هنوز وجود دارند، از جانوران کیسه‌دار گرفته تا میمون‌های پرنده و سنجاب‌های پرنده. اما تنها خفاش‌ها به این تکامل رسیدند که بتوانند پروازی قدرتمند داشته باشند. علت آن به صورت یک منبع باقی مانده است. اما شارون سوارتز که در دانشگاه بران خفاش‌ها را مطالعه کرده فکر می‌کند که این موضوع با روش زندگی اجداد سبک پرواز آنها در ارتباط می‌باشد. One major function of gliding is that it provides an excellent way to escape predators at a moment's notice. خفاش‌ها از نظر فیزیکی قدرت پرواز را از طریقی کاملا متمایز با پرندگان کسب کردند. زمانی که به تکامل رسیدند، 5 انگشت مستقل دست پستانداران با پوست پوشانده شد و بالون‌ها را به وجود آورد. سوارتز و همکارانش با زیر نظر گرفتن خفاش‌ها در هنگام پرواز در یک تونل باد بر روی توانایی‌های آنها در آسمان مطالعه می‌کنند. Bats come from animals, ancestors that had
5 separate fingers, and those 5 separate fingers were used to control and manipulate lots of aspects of the environment around them. زمانی که بال پرندگان از تکامل پاهای جلویی دیناسورها به وجود آمد، آنها هر گونه اثری از انگشتانی که قبلا وجود داشت را از دست دادند. اما همین انگشتان پستانداران که در خفاش‌ها حفظ شده است، موجب می شود که پرواز خفاش بدی و عجیب و نیز بسیار متفاوت از پرواز پرندگان باشد. بالها ثابت هستند و همیشه در یک سطح قرار دارند، مانند تصاویری که در آینه مشاهده می‌شوند. از سوی دیگر خفاش‌ها می‌توانند از انگشتان خود استفاده کنند و نزدیک به 20 مفصل در هر بال به تنهایی وجود دارد که به سرعت مسیر انتخاب شده را تغییر می‌دهد. بیشتر شبیه به پاروهای قایق هستند تا بالهای هواپیما. این توانایی منحصر به فرد در کنترل بالها خفاش‌ها را تبدیل به تفنگداران آسمان کرده است. آنها می‌توانند به سرعت تغییر مسیر بدهند، قادرند 10 برابر سریعتر از پرندگان مسیر خود را تغییر دهند. بنابراین زمانی که با آسمان در هنگام شب می‌نگریم و خفاش‌ها را می‌بینیم که با سرعت در زوایای مختلف پرواز می‌کنند، چیزی که ما می‌بینیم از دست دادن کنترل نیست، بلکه در واقع مهارت در کنترل میباشد. اما این زمانی است که ما خفاش‌ها را در آسمان می‌بینیم که این موضوع نمایانگر چیزی منحصر به فرد در رابطه با قدرت پرواز آنهاست. آنها از معدود مهره‌داران پرنده‌ای هستند که در پرواز در هنگام شب مهارت دارند. دکتر جیم سیمونز از دانشگاه بران میگوید که یک عامل ساده محیطی ممکن است آنها را در این وضعیت قرار داده باشد، یعنی شکار. At night, there are huge numbers of insects that have evolved to be active, in part to avoid being attacked or eaten by birds. The bats are out now exploiting this huge resource of the insects that fly at night without any serious competition. در صورتی که منابع غذایی موجب شده است که برخی از انواع خفاش‌ها در شب پرواز نمایند، آنها چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ Don't forget, they're flying in total darkness, so for the most part, visual information isn't even available to them. آنها چه خصوصیاتی را به تکامل رساندند که می‌توانند در تاریکی مسیر را جهت‌یابی نمایند؟ برای برخی از انواع خفاش‌ها پاسخ این سوال در یک دستگاه ردیاب صوتی داخلی به نام اکولوکیشن یا جهتیاب انعکاسی نهفته است. جهتیاب انعکاسی فرآیندی است که طی آن جانور در محیط فریاد می‌زند و سپس به انعکاس آن فریاد و برگشت آن از سوی اشیاء مختلفی که در مقابلش قرار دارند گوش می‌دهد. در خفاش‌ها فرکانس این فریاد آنقدر بالاست که با گوش انسان شنیده نمی‌شود. این سیستم رادار مانند مزیتی برای خفاش‌ها در جهتیابی در هنگام شب محسوب می‌شود. به غیر از خفاش‌ها، تنها نهنگ‌ها و دلفین‌ها این سیستم را به تکامل رساندند و خفاش‌ها تنها جانوران پرنده‌ای هستند که از این روش برای جهتیابی در آسمان استفاده می‌کنند. سیمونز در آزمایشگاهش نشان می‌دهد که خفاش دقیقاً چگونه در تاریکی محض پرواز می‌کند. The chains serve as obstacles, and the bat's chore is to fly in here and maneuver around the chains using its sonar, just the way it has to maneuver around the vegetation by the pond. Now, the chains are black and the room is black. When the bat is flying, the lights are off and it's completely dark in here. So the bat is forced to use its sonar instead of any residual vision that it might have. Here we go. هر بار که سیمونز حلقه ها را حرکت می‌دهد و موانع جدیدی به وجود می‌آورد، باز هم نتیجه یکسان است. خفاش‌ها به راحتی و بدون مشکل در تاریکی مطلق و تنها به اتکای جهتیاب انعکاسی خود از یک سوی اتاق به سوی دیگر می‌روند. این پرنده‌های شبزی طوری تکامل یافتند که می‌توانند از گوش‌هایشان استفاده کنند. همان گونه که عقاب از چشم‌هایش برای یافتن شکار در آسمان استفاده می‌کند. با استفاده از همین سیستم کاملا تکامل یافته است که خفاش‌ها می‌توانند با موفقیت کامل در تاریکی مطلق زندگی و پرواز کنند. One of the things about the evolution of bats is that you can't treat their flight as separate from their echolocation and their hearing. The two go together. همکاری این دو خصوصیت در بیش از 1000 نوع مختلف خفاش‌ها در سراسر جهان وجود دارد. به همراه 10,000 نوع پرنده و بیش از 1 میلیون نوع حشره، آسمان ما آکنده از پرواز پرنده ها می باشد، چه شب و چه روز. توانایی پرواز تقریباً محصول تکاملی است که تمامی تصورات بشر را به خود مشغول ساخته است. و با مطالعه خصوصیات جالب 4 نوع مختلف جانوران پرنده، یعنی تروزورها، حشرات، پرندگان و خفاش‌ها، انسان توانسته است آنچه را که قبلاً غیر ممکن می‌انگاشت امروز انجام دهد و به هوا برود. اما ماشین‌های ساخته دست بشر در مقایسه با واقعیت شگفت‌انگیز پرواز طبیعی بسیار ناچیز محسوب می‌شوند.
به دلیل پیشرفت‌های شگفت‌انگیز تکاملی در طول میلیون‌ها سال، زمین و آب دیگر تنها مکان‌های زندگی نمی‌باشند.